تو برای چی زنده ای؟ آیا تو حالا از خودت این سوال را پرسیدی؟ نه از روی عادت، نه هم سرسری، بلکه صادقانه از ته دل که من برای چی زنده ام؟ خیلی ها یا بسیاری ها صبح از خواب بیدار میشن، میروند سر کار، بر میگردند و خسته میشوند و میخوابند و این چرخه سالها تکرار میشه. اما یک روز در سکوت شب دلشان آرام نمیگیره، یک خلای عجیبی حس میشه، انگار چیزی کم است. ولی قرآن کریم خیلی روشن جوابی سوال را داده است. خداوند متعال در قرآن عظیمشان میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی تو فقط برای خوردن، خوابیدن، پول جمع کردن و پیر شدن آفریده نشده ای. تو آفریده شده ای تا بنده خدا باشی، تا با او ارتباط داشته باشی، تا زندگیت معنا داشته باشد. برادر و خواهر عزیزم، وقت هدف زندگی گم شود، نماز سنگین می شود، دعا به روح می شود و دل خسته می شود، حتی اگر همه چیز ظاهرا خوب باشه. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم که الگوی کامل زندگی است به ما فهماندند که ارزش انسان به دل اوست. در حدیث مبارک و در حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که در بدن انسان پاره گوشتی است، اگر آن اصلاح شود تمام بدن اصلاح می شود و اگر فاسد شود همه چیز فاسد می شود. و هی قلب، یعنی و آن دل هست. یعنی اگر دل بداند برای چی زنده هست، زندگی هم مسیر پیدا می کند. امروز نگاه کن به زندگی خودت، چقدر دویده ای، چقدر خسته شده ای و از خودت بپرس که این همه تلاش برای چی؟ مولانا چی زیبا میگه: آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. یعنی اگر تشنگی معنا در دل نباشد، آب آرامش هرگز نمی جوشد. بعضی ها میگن که وقتی که به این هدف فکر میکنیم میترسیم که کوتاهی کرده باشیم. اما بدان خدا برای ترساندن تو این سخن را نگفته، بلکه برای بیدار کردن تو گفته است. امروز لازم نیست همه چیز را یک بار عوض کنی، فقط یک کار بکن. امشب قبل از خواب از خودت بپرس که خدایا من تا امروز برای تو چقدر زندگی کردم، یعنی چقدر از زندگی خود را صرف راه تو کردیم. همین سوال میتواند آغاز یک راه تازه باشد. اگر حس میکنی که دلت با این حرفا زنده شد، اگر دوست داره هر روز یک قدم به خدا نزدیکتر شوی، این کانال را دنبال بکن. و ما توفیق الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب.